در خدمت یکی از بهترین رپرهای نسل جدید هستیم. خجسته خوبی داداش؟ سلامی هست بفرمایید. بگردم فدات شم. سلامی هست با مخاطبا بفرمایید. آقا سلام با همه، خیلی دوستتون دارم. خوشحالم که اینجا داریم هم دیگه نگاه میکنیم. یه قاب دیگه داشت علی هم که دیگه اصلا قابل شناسی اصلا نیازی نیست من چیزی بگم. آقا معرفی کن خودتو. آقا من آرمین اسم اصلیم، یوزرنیم هم که خجسته است. سنم هم که داداش 17 سالمه، سنی نرم جوونم. 17 سالمه، بعد تهران زندگی میکنم، منطقه 17 هم میشینیم، پرچمش هم همه جوره بالاست دیگه. چیز دیگه میمونه داشت علی؟ پرچم همه جای ایران بالاست. آره. مخصوصا تهران که من با خودم اصالتا تهرانیم، بزرگ شده کرجم. آقا جدیدن خیلی ترکوندی، با فری استایلات بیشتر داری میای بالا. اولین فری استایلی که باش دیده شدی کدوم فری استایلت بود؟ یه دونه فری استایل داشتم، لباس صورتی هم پوشیده بودم، یادت باشه دیدیش فکر کنم دیگه. اون اولیه رو گذاشتم پیجم، روند پایین بود، اونو گذاشتم یه چقدر ویو خورد؟ 410 کا خورد. 410 اون یه شوک خوب داد دیگه. چند وقت پیش بود این موضوع؟ حدودش یادته؟ حدودی 4 ماه پیش، 3 ماه 4 ماه پیش. یعنی این 40-50 کایی، الان 50 کایی 40 کایی 48 کا نزدیک 50 کایی. این 50 کار یعنی تو این 4 ماهه. شکر خدا دیگه، خدا رو شکر. آقا دلنوشتات خیلی خفنه. من خودم یکی از کسایی هم که مخاطب موزیکایی هستم که احساسی می نویسی. این موزیکای احساسی که می نویسی از کجا نشأت میگیره؟ داشلی از ته دل نشأت میگیره داشلی. آقا هر سری هم بهش میگم داری راجع به اکست میخونیم یاد میکن داری اکس منو گنده میکنی. بابا میگم به خدا خوشحال میشه، هر سری پیام میده، میگم نه با تو نیستم. نه ببین داشلی، حقیقتشو بخوای خب به من خیلی مثلا راجع به این موضوع پیام میدن، داداش مثلا چقدر سخت گذشته بهت، این چیزایی که داری میگی واقعی بوده. این چیزایی که میگم واقعی بوده خب، ولی مثلا من کلا اخلاقم، سیستمم اینجوریه، مثلا راجع به رفتن یه نفر یه شب دو شب میشینم یه دل سیر قصه‌شو میخورم دیگه، بعد یه شب دو شب تو رو به خیر ما رو به سلامت احساسه میره کم کم. آره دیگه. پس چجوری هنوز داری شعراشو مینویسی؟ خب اونو خیلی دوست داشتم. اونو خیلی دوست داشتم خدایی. راجع به رابطه ایت که جدایی پیش اومده اگه دوست داری یه مقدار صحبت کن راجعش. آره اینو خیلی بچه‌ها دوست داشتن بدونن. ببینید قضیهش اینجوری بود که حقیقتا من یه سال 2 سال پیش، یه سال 1.5 سال پیش یه رابطه فاب داشتم. بعد سنم هم کم، کله داغ، اصلا مثلا الانم نمیگم سنم زیاده، ولی خب خیلی تصمیماتم نسبت به گذشته عوض شده، خیلی دیدگاهم بازتر شده. ما از این بنده خدا خوشمون اومده بود، بعد اصلا نه قصد آزار داشتیم نه اذیت فلان بسان، هر چی شد. این خیلی بنده خدا عشق موتور داشته شلی، خیلی عشق موتور داشت، یعنی من با ماشینم میومدم دنبالش، باز موتور دوست داشت. من اون موقع موتور نداشتم. بعد دیگه حالا یکی از فامیلامون هم بود طرف، حالا بعدن از خجالتش در اومدیم، خیلی شدید و فجیع از خجالت طرف در اومدیم. اون بنده خدا موتور خریده بود، موتور سنگین هم گرفته بود، این نینجا گرفته بود یزید. داشلی اینا دیگه یه ذره با هم دیگه جفت و جور شدن اون موقع، اون تایم زمانی که با تو بود. آره یه ذره جفت و جور شدن با هم دیگه اون تایم. حالا اتفاقایی که بینش افتاده کاری نداشتم، این سری که دیگه خیلی رفت تو مخم دیگه. بعد بنده خدا بعد یه ماه که مثلا با پسر، اسم نباید ببرم طرف کی بود، فامیلمون بود، بعد یه ماه که با اون بود من پیام داد که بابا من نمیتونم فلان، حوصله‌شو ندارم، نمیکشم با این باشم، تو رو دوست دارم اینا. ما گفتیم بابا برو مراقب خودت باش، برو اب نره، من با اینکه سر هنوز خیلی دوست دارم ولی نمیتونم دیگه، غرورم اجازه نمیده که تو بود رفتی کارات با یارو شده، بعد یه هفته 2 هفته یادت افتاده من اینجا دیگه. یه هفته داشت بی خبر بودیم، بعد خبر رسیدش که خودکشی کرده بود، داشت علی فوت کرده بود بنده خدا، 3 تا قرص برنج خورده بود دختره. آره. بعد پرسیدم سرت چی بود، مثل اینکه سر مشکلات خانوادگی بود، پدرش هم فوت کرده بود، با مامانش و داداشش زندگی می‌کرد، یه ذره با داداشش تو داستان بود. عجب. دیگه فوت کرد دیگه. رحمتش کنه. اول مصاحبه‌ای فاز رفت تو فاز دپ. ولی
در کل من واقعا دیگه آنچنان پیگیرش نیستم. فقط این چیزایی که دارم می‌نویسم چیزایی که تو دلم مونده بود، یه تایم باید می‌آوردمش رو کاغذ و قلم، می‌بینید، چون دیگه راهی جز تخلیه نداشتم که برم به کی بگم اینا رو. میفهمم. آقا تو رپ فارسی، تو این مسیر رپ کسی بوده کمکت کنه، دستتو بگیره؟ داشالی حقیقتش ما راجع به این موضوع من تو خیلی با هم دیگه صحبت کردیم. آره. خودمون دیگه خودت بودی خدایی. تاج دمت سری گرم. من یه که دونه کاری خودت بودی، یه نکردم دونه داداش. یک چند تا از رفیقامون بودن. حالا من مانیو خیلی دوست دارم، رفیقم، اون خیلی کمکم کرد تو این مسیر. یه دونه هم خودت بودی، همین دوتا بودن. نه زیاد حقیقتا دستمون من که کاری نکردم. فتمون هم کشیدن تو را تازه. یعنی هیچکی نبوده مثلا؟ علی خدای تو با چش دیدی؟ خدای جز خودت مثلا کی با من بیشتر کانکت بوده؟ هیچ کس. حالا یه سری چیزا رو نمیشه گفت، حالا دور من نمیگفتم. حیف. چی بگم آقا؟ چند وقت پیش یه دیسال قبل اینکه دوکی بده تو دادی. دیس سجاد شاهی رو دادی، بعد سجاد شاهی فالوت کرد بعد این دیسه، بعد تو دیس ترکر رو برداشتی از پیجت. اینا ترک چجوری بود؟ فری استایل فری استایل آره. دیگه. اونو حقیقتشو بخوای یه قضیه‌ای پیش اومد، بعد جدا از اونا مثلا من یه ذره نشسته بودم قبل از اون 2-4 تا کردم آجی، میدونی نشستم تمام کسایی که ازشون دیس دادم یه آنالیز کردم، همشون بچه تهرانن. بعد گفتم بابا اگه بخواد مثلا سایت بندی بشه، ما اینکه تو تهرانیم باید یه سایت باشیم. بعد یه سری داستانای دیگه، بعد اصلا با خیلی از اون کسایی که دیس دادم بعد بگم مثلا 6 نفر بود فکر کنم تو اون دیس که دادم، با 4 تاشون رفیق شدم. بعد جدا از اونا نشستم گفتم آجی من با احترام، همیشه همه جا تو تمام ویدیوهام هم گفتم، با احترام به تمام شهرها و قومیت‌های دیگه بدون اینکه قومیتیش کنم، ولی از نظر من رپ فارسی بیشتر به 021 میرسه، چون اصلا از اونجا استارت خورده داشت، میدونی تو شناسنامه‌اش زدن اینا. سر همین تصمیم گرفتم دیگه به کسی که تو تهرانه اصلا چیزی نندازم. حتی این چند وقت خیلی دیسم کردم بچهای تهران، ولی چون بچه تهران بودن جوابشون رو ندادم. آره داداش زیاد اتفاق افتاده. خوب نبودن چون من نشنیدم. من شنیدم خوب نبودن، خدا رو شکر نشنیدی. همینو میگم آره اگه مثلا دیس قوی میدادن قطعا من میدیدم. دوست داری با کدوم رپر بری تو بیف؟ حالا تو هم نسلی های خودت ها، نه نسل بالاتر. تو هم نسلی های خودم آره. برم تو بیف. سوالی پرسیدی حاجی. ببین بدون رو درواسی بگم، بدون رو درواسی بگو با فلانی حال نمیکن. من با احترام فراوان با چیز اصلا حال نمیکنم. با اسمش چی بود پسر یادم رفت، اسم باحالی داشت حافظم یاری نمیکنه، سمت استیجی هم بود، با این سپر اسکای هیچ جوره حال نمیکنم، این اسمش یادم رفته بود. سپر اسکای اصلا نمیدونم این بنده خدا از روز اولی که مثلا من دیدمش، اون که حالا تقریبا فیت شده دیگه تو رپ فارسی، تقریبا دیگه 100% فیت شده. یارو اون موقعی که من باش مصاحبه کردم 126 کا بود، الان 119 تا 18 تا اصلا من تا حالا تو اینستا ندیده بودم کسی پایین بیاد بالا. نه بجز اون که دیگه فیده، کسی که مثلا الان تو بورس باشه بخوای مثلا بگی یه حالی بهش بدی، یه حالی بهش بدم، کسی که تو بورس باشه، یه دونه اون بود خودم اسکای که گفتم آخه اکثرا با بچه‌ها رفیقم میدونی، ولی چیزم حال نمی‌کنم باش. حالا این اسپویل میشه بگم چون ویدیوش میاد بزودی، ولی یه ارتباطایی با یه رپری که احساس میکنه خیلی تو این استا ترکیده است، اسمم نمیبرم ازش، احساس میکنه تو این استا حالا 1 میلیون فالوور خبریه فلان بسان آشنا دیگه، حالا من اسم نمیبرم داداش تو ویدیو، ولی اونم جذاب میشه. میدونی داداش من نشستم یه ویدیو از طرف دیدم اونم الان خودشو بچه تهران میدونه. آره کرج شروع کرد، ولی هنوزم کرجه، ولی الان خودشو تهرانی میدونه، از اولش تهرانی میدونست خودشو. یه ویدیو داره رو ویتولوکاس ترزا پیش رو خونده، جدید خونده. آره دیدم. من نشستم اونو نگاه کردم. ترک بود یا اون فری استایل بود؟ من دیدم ترک بود. ترک کرده. آره ترک کرده بود. نشستم نگاه کردم، اصلا چیز عجیبی، فقط فست خونده بود. میدونی چی بهت میگم؟ فقط فست. بعد تو به مردم میگه اجرای زنده است، اجرا میکس مستر شده بود که از اجرای زنده رو من یادم لبخونی میکنه دیگه. همین دیگه.
نظرت راجع به استیجی چیه؟ داداش من با بچهای استیجی خیلی بر خوردم. این ور اون ور رفتیم با هم، با آرمین که خیلی رفیقم. با کدوم رپرها بیشتر در ارتباط بودی؟ من با آرمین در ارتباط بودم، با کایوتی نمه صحبت حضوری موزوری این ور اون ور. با علی وزیر خیلی از همشون بیشتر صمیمی. یه حاشیه‌ای چند وقت پیش درست شده بود، یه استوری گذاشته بودی تهش یه فکج میگفتی یادمه. بعد خیلی‌ها واسه من فرستادن گفتن اینا دیس به علی کایوت بوده اون دیس به زیرو تونی فانکید بوده. آها. خیلی ها واسه من فرستا گفتم فکر نکنم، چون به همشون هم همین جواب دادم. پانچ هم فکج بود، پانچ هم با فکج بود اصلا، ولی مثلا اونا به علی کایوت گرفته بودن. آره دیگه خواستیم به محمد تونی هم بدنیم، گفتیم خدا زده اونو دیگه. آرمین و علی کایوت و علی وزیر بیشتر. علی وزیر مکارم خیلی دوست دارم، با اونم زیاد در ارتباطم. با متینم اجرا زنده با متینم رفیق بودم. بیف میگم بیف بتل متین 30 و چیزا یاغی رو دیدی؟ متین 30 آره بابا، متین 30 تیم جدول زد یا یاغی؟ تیم جدول با اختیار. من به نظر من تیم جدول رو یه پسره بود اسمش سن بود اگه اشتباه. سن کارو تمام یه دونه وایس. آی سن دهنتو سرویس. اون جمله‌ای که تو این میتینگ آخر به من گفتی، یعنی اون شعری که دو بیتی زده بودی، من هر روز دارم اونو گوش میدم و میخندم، هی خودم میخونم و میخندم. یه پانچ زده بود، تو پانچش میگفت یه جوری تو میتینگا میترکونم انگار که بمب انتحاریه، جوری رو متین 30 تعصب دارم انگار که کایوتی همونم علی احتشامیه. پانچ کرده ای. آره خیلی حال میکنم باش. من خودم تو حالا موفق باشی داداش هر جا هستی. اون بتلی که کردن به نظر من سن اجراش از همه اجراها آره. با اختلاف خیلی تسلط داشت رو اجراش، من حال کردم. منم خیلی با اون حال کردم. بعد داداش من با یاغی هم رفیقم، کاری ندارم، ولی او یزید اومدی بتل گلستان سعدی چرا داری میخونی؟ بریز پانچا رو بکوب تو بابا، این جور خوراک خودمه به خدا. داشت اینجا دیونه بازی در بیارم اونجا. منم به نظرم، حالا نظرمو گفتم دیگه، تو ریاکشنم گفتم خیلی میتونست. به نظر من این اجرایی که یاغی انجام داد اجرای بتل نبود. یعنی اگه این اجرا رو مثلا تو اجرای تکی میزد شاید همه میگفتن به به چه اجرایی بوده، ولی تو بتل اجرای خوبی بود، مال بتل نه. آفرین، این حرفا رو نمیذاره. دوست داشتی عضو بچهای استیجی باشی؟ ببینید من اینو به خود آرمین بارها موقعیتش هم پیش اومده بود، صحبت هم کردیم راجبش. من بچه‌هاشون رو دوست دارم، خب بعد بچه‌های خیلی با عشق با صفا با حالی ان. با خود آرمین که خود دیدید خیلی رفیق بودم، این ور اون ور، یه تایمی میتینگشون هم رفتم 2-3 بار اجرا زدم حتی. ولی داداش من با احترام دارم میگم، مثلا به قصد و غرض منفی نگاه نکنید. من مثلا سعی کرده بودم اگه از اولش هم با هم صحبت می‌کردیم، یادت 2-3 کا بودیم با هم صحبت می‌کردیم. آره گفته بودم که بابا من تکی میخوام مثلا مسیر استریمی رو بیشتر پیش برم. تو مثلا نمیگم بچه‌ای که تو میتینگ اجرا میکنن کار، ولی من خودم به شخص احساس کردم چون من یادم تک بودیم، اگه بخوام خودم رو درگیر میتینگ کنم نمیرسم. سلیقه است دیگه. آره سلیقه‌ایه. دوست بعد از اونورم استیجی اگه دقت کنی بیشتر تو حاشیه و بتلا میدونی رو پلتفرم کسی کم مانور میده. تصمیم گرفت الان مثلا کسی که رو پلتفرم داره خوب مانور میده یه دونه خود علی کایوته، داره کم کم شروع میکنه ترکاشو داره میاره بالا. من نتونستم حقیقتا قید استریمو بزنم، قید مثلا پلتفرمو بزنم. دوست داشتم مثلا مارکتی تر بیارم جلو. نمیگم کارونه غیر مارکتی ها، من تصمیم گرفتم روی یه دونهشون فوکوس کنم که صدمو برای یه دونهشون بدارم. میدونی چی بهت میگم؟ برای که بچهای استیج هم خیلی کار درستن. به نظرت قوی ترین منهای خود آرمین رابر؟ درسته. منهای خود آرمین رابر قوی ترین رپر استیجی کیه؟ مکا. من مکا رو از همشون بیشتر. مکا از همه اجرا زنده‌ش هم فوق العاده بود. مکا تسلط داره رو بیت. بعد من اصلا میدونی من سبکی که مثلا مکا می‌نویسه رو رپرای خیلی بزرگتری هم می‌نویسن، دقت کنی. من اونا رو گوش نمی‌کنم ولی مکا میخونه حال می‌کنم. میدونی اون سبکو جایی که مثلا بیاد خیلی از کلمات گنگ استفاده کنه،
خیلی واضح‌تر مفهومشو میرسونه، ولی باز تو همون سبک و موضوع، تو همون دارک استایلی که داره میخونه. خیلی کارش درسته. الگو تو رپ فارسی کی بوده؟ یعنی رضا پیشرو بچگی بچگی کشید. من الان بریم تو اتاقم 321 اصلی 321 هست. من بریم تو اتاقم خیلی قاب عکس دارم من رضا پیشرو، میگم یه دونه تابلو انقدری رضا پیشرو دارم. بعد این کوچولو موچولا پر رضا پیشرو بچه بودم. یه تایمی می‌خواستم ریل تتو کنم، میگم انقدر رضا پیشرو رو دوست داشتم. من تا الان با هر کی مصاحبه گرفتم اکثرا همه فکر کنم فقط خودم هستم که با رضا پیشرو شروع نکردم. رفا اکثر کسایی که اومدن رضا پیشرو رو دوست داشتن و الگوشون. خودت با کی شروع کردی داشتی؟ من با حسین ابلیس. من خیلی دوست. من اصلا اول ببین با کی شروع کردم؟ با یاس گوش دادم. من رپو با یاس گوش دادم، ولی این که کسی که منو اوورد تو رپ فارسی و نگه هم داشت حسین بود. حسین اصلا مثلا صبح زور شبش، یا مثلا یه دونه 12 به بد با سهراب دادن. اصلا اون ترک به نظرم یکم موندگارترین ترک های رپ فارسی 12 به بعد. خودت دلنوشتات که این دلنوشتای جدیدی که نوشتی کدومشو بیشتر دوست داشتی تو اجراهایی که زدی؟ من حقیقتشو بخوای میدونی مثلا اعتماد به نفسم چیزی متوسطه، نه اونقدر کاذبه نه اونقدر پایینه. به شخصه تو این نسلی که هستم، تو این رنج سنی که هستم، فکر نمی کنم کسی بتونه یه ترک 4 دقیقه‌ای مثل بیمار بزنه بعد خدایی برید مثلا آنالیزش هم کنی متوجه میشی واقعا هر 4 خطش یه پانچه. من با بیمار خیلی حال کردم، بعد خیلی وقتا زور میزنم مثل اون دیگه بتونم بنویسم. میشه یه چیزی بگم، این ایده های ویدیویی که مثلا یه دونه خرس آورده بودی بغله، ایده ها ذهن خودت میرسه و با چی این شات ها رو میگیری؟ همش آیفونه؟ نه ببین یا دوربینه؟ چیز خرس دوربین بود. دوربین بود. امیر داوودی هم بود. اگه با آیفون زده بودی اونا میگفتم دست، ولی بعدیاش همه رو با آیفون بود. آره بعدیاش همش با آیفون بود. بعد این اصلا ایده اول ایده قرار بود یه نفر خانوم بیاریم تو ویدیو، بعد امیر داوودی یه سناریو مثلا راجع به این خرسا آورد، بعد دیگه من گرفتم سناریو رو، یه چیز من اضافه کردم یه چیز خودش، گفتیم خرس خیلی چیز باحال‌تره. خیلی خفنم شد، باحال شد، قابل توجه شد. میدونی مثلا کسی فکرشو نمی‌کرد بشینم با یه خرس صحبت کنم، با خرس خودکشی کنم، خودم رو پل بندازم. نه باحال بود. این دلنوشتاییو که می‌نویسی از کسی الگو برمی‌داری؟ مثلا من الان خودم شخصا خب اگه یه روزی بخوام اصلا دلنوشت بنویسم قطعاً الگو برداری ذهنیم از امیر تتلوه، چون با دلنوشتای امیر تتلو من زندگی کردم. فهمیدم. من مثلا وایب موسیقی آره اینو توضیح دادم که بگم این دلنوشتای ذهنی که می‌نویسی اصلا برگرفته از شخصی است که مثلا مثلا اون موقعی که رپر نبودی تو ذهنت نشسته باشه. ببین حقیقتشو بخوای مثلا من اینجوری نیستم که مثلا از کسی الهام بگیرم یا چیز دیگه ای، ولی اکثرا دلیلی که شروع میکنم به نوشتن اینجوری دارم اکسپلور رو میگردم، یا مثلا شایان رو میبینم، یا مثلا نمیدونم با کسایی که اکثرا این روزا دارم گوش میکنم آره امیر تتلو رو میبینم تو اکسپلور. دیگه امیر تتلو که ترکیده ویدیوش تو اکسپلور یارو یه سال نیست هنوز ویدیوش هست. آره لیگش با همه خواننده متفاوته. میشینم نگاه میکنم قدیمیان رضا پیشرو رو میشینم میبینم، یو اصلا به سرم میزنم میگم حاجی خیلی عقبم، پاشو شروع کنیم بنویسیم. پا میشم یهو شروع میکنم مینویسم، یه 20 دقیقه نیم ساعت اینا میرم تو خودم مینویسم. یه تست اولین کاری هم که میکنم برای الف ایوان رفیقام میفرستم، اونا تایید کردن میریم واسه ترک. الان فقط هدف تو وقتت واسه رپه یا شغلم داری یا درسم میخونی؟ شغل دارم، مدرسه نمیرم، مدرسه 2 سالی میشه ترک تحصیل کردم. شغل دارم ولی این چند وقت یا نزدیک 1 ماه نرفتم حقیقتا. بیشتر وقت تو گذاشتی رو رپ فارسی؟ یه ماه وقتم روش بذارم، بذاره جاپام سفت‌تر شد سر کارم دارم. اسم میگم از این اسمایی که میگم تو یه جمله یا یه کلمه حستو نسبت بهشون بگو. امیر تتلو. نابغه. پدر. مظلوم تر underrated ترین آدم دنیا.
مردونگی. پدر. رپ فارسی. وضعیت الانش کلا رپ رپ فارسی. فارسی خود تورگم. رپ فارسی. تورگم. دل شکسته. خوزسته. آرمین رابر. فدایی رپ. فدایی رپ منظورم اون فدایی نیست. میدونم چی میگی. علی احتشامی. با معرفت، خدای دوست دارم. شاکرتم. اینو که پرسیدم ولی تو رپرهای استیجی پرسیدم. به نظرت تو نسل خودت کدوم رپر خیلی خفنه؟ دیگه حالا این استیجی نه، کل بچهای هم نسل خودت. من دو تا رفیقای خودم خیلی قبول دارم دیگه. همین اسم بگو. الف و ایوانن، جفتشون خیلی قبولشون دارم. حالا ایوانو ندیدم ولی الفو تو استوریات دیدم. آره. بعد حالا اینا رو میگم رفیق من، جز اینا تو این نسل جدیدی که داره میاد با چیز خیلی حال میکنم. اسمش چی بود؟ سیا اینا حساب میشن یا نه؟ بیام نه دیگه اونا نسل همسن. جلوتر از آره شما. همسن سالای خودمون. همینو اتفاقا میخواستم بگم، بیرون بودیم هنوز مصاحبهشون، میخواستم بگم سبکت یه مقدار نزدیک به سبک سیا هم دل نوشتاد. آره من در حالا درسته؟ آرندی هم قاطیش میکنم. آره که دیگه چیزو دوست دارم از این نسل جدید، چیزو دوست دارم. سمیلونو دوست دارم. بچهای این نسل یه دونه هم چیزو خیلی دوست دارمش. فلوی امیدروزو دوست دارم. کیو؟ امیدروز. امیدروز؟ آره نشنیدم. سر نشون میدم کارش، اونو دوست بفرست واسم حتما. با کدوم رپر اسمی الان اگه بخوای مثلا بهت بگن میتونی با یه رپر اسمی فیت بدی؟ نسل بندی نداره. نسل بندی هم نداره. خب ببین رضا پیشرو رو که همه میخوان. خب بذار یه چیز متفاوت تر بگم. با رپر اسمی که الان دوست دارم فیت بدم، خداییش چیزو دوست دارم. پیدار رو خیلی دوست دارم. پیدار فیت با هم بدیم. احساس می‌کنم میدونی اصلا جدا از علاقه احساس می‌کنم خیلی رو بیت میشینه کاره. باحال میشه. پیدار رو دوست دارم. همون پیدار. آره. جناب آقای پیدار اگه این کلیپ رو میبینی دیگه خجسته در اختیار شما. با کدوم رپر اسمی اگه الان بخوای بری تو بیف، همین الان بگم میتونی باش بری تو بیف؟ سامان ویلسون. سامانو میرم. ببین اون سمتو میرم. همه زدن دیگه تو اون سمتو میرم. حالا اسم نمیبرم. اون سمتو یه به خاطر من نمیخوای بگی؟ نه بگو، اینجا مصاحبه است. میرم با سهراب میرم تو بیف، با سامان میرم تو بیف دیگه. سامان که قدرتشو نداره، با همون سهراب برو تو بیف به نظرم. اونم قدرتشو نداره. چرا بابا عجبا. اگه قدرت نداشت رضا پیش رو جواب میداد بهش. مگه رضا پیش رو جواب داد که ثابت کنه قدرت نداره. کدوم رپر باید رپ فارسی حذف بشه؟ یعنی اصلا به درد رپ فارسی نمیخوره. حمید صفت. همه همینو گفتن. برو بلاگر شده باش. بهت 10 تا کلمه میخوام بدم. با این 10 تا کلمه ازت میخوام رپ بسازی. چقدر وقت داداش؟ 5 دقیقه بهت وقت میدم. دمتم گرم. الان یه کات میخوره تا 5 دقیقه بعد. الان یه کات میخوره تا 5 دقیقه بعد. خب. کلماتو بذار بگم بهت. بگو یادداشت کنم میبری. یادداشت داری میکنی؟ دعوا. خب. عشق. به. ساعت. خب. بیبی. به. تعادل. خب. بغل. خب. علی احتشامی. به. رپ فارسی. خب. پرتگاه. داداش اینا دپ میشه یا گنگ میشه؟ نمیدونم دیگه خودت میدونی. تهران. داداش من علی احتشامی چجوری پانچ دپ بزنم باش؟ با این 10 تا کلمه 5 دقیقه وقت داری. 5 دقیقه کات میزنیم. حالا 5 دقیقه نه، شاید مثلا 10 دقیقه، یه رو اینجا باشیم تا بنویسی که شروع کنی. A few moments later. خدایی تو کمتر از 12 دقیقه نوشت. 11 دقیقه و خورده ای نوشته. ببینیم چی نوشته. بریم آقا. کره بازی میخوام توش کنم. یا
قرصای آخرمو میخوردم به چشم سیانور، ساعتا رو ردشون میکردم به عشق بیقانونی. عشقشو داشتید با تیم عشق لیاتون، خیابون نیدی بعد میخونی از دعوا خیابونی. رفت و تعادل و ازم گرفت باش بد شدم، بغلم برام میمالیدی یه بار باهات رپ کنم. انقدر عدر و داف نخون اصلا بهت نمیاد، اونی که بیبی تا الان یه تایمی باباش من شدم. تو روز تکامرس میگیرم همون شبیه پیپرام، بچه با ادبم بدم میاد از بی احترامی. خبر خیلی بد دارم داشت واسه احترام، تیم قوی بستم اومدم با علی احتشامی. قد فرصتامو میدونم که از دست نمیدم، اینا دوست دارن منو در حال پسرفت ببینن. تو رو جایی ببینمت بهت دستم نمیدم. رپ فارس الکل، من دوست دارم بدمست بمیرم. تو مسیر تنها بودم اما جایی همراه نداشتم، زیاد پوششمون ندادن چیزی از ما نذاشتن. ترسی ندارم مهم نیستش که تنها میام، که خودم نقطه شلیک بودم ولی پرتگاه نداشتم. بام حال نکنی تو محل صدا میرسه، خودم نرسم هم یه روز بچم به جام میرسه. بزا اسکی برن اب نره، بزا دیده شه کد ملیم 021 که رپ به تهران میرسه. ای والله آقا، ای والله، ای والله. عشق منید. بچهای رپ دلیل استعدادشون اینه. خب شماها اکثرا منو میشناسید، میدونید هم ریاکشن کاری هم که تو پاپ هستم، هم با بچهای پاپ خون هستم، هم با بچهای رپ. و این کار خیلی سخته مدیریتش. خیلی سخته، واقعا سخته. من الان حتی دارم فحشم میخورم، مثلا خیلی جا میرم که مثلا خیلی هم میتینگا میرم میگن مگه اینجا کنسرت اومدی؟ خب ولی در کل بچه های رپ استعداد نوشتنشون از بچه های پاپ خیلی بیشتره و همون جوری برعکسش توناژ صدای بچهای پاپ قدرت صدایی که دارن از بچهای رپ. و بچه های پاپ از نگاه کنید، کسی که صداش قشنگ نباشه نمیتونه پاپ خون بشه ولی میتونه رپر بشه. خب ولی از اون طرف اگه تو استعداد نداشته باشی هم میتونی پاپ خونه خوبی باشی اگه استعداد قشنگ باشه، ولی اگه استعداد نداشته باشی رپر خوبی نمیتونی بشی. اگه نتونی خوب بنویسی، خوب رو فلو باشی، کار جدید بیاری. و بچهای رپ مخصوصا خجسته، من خودم تو این نسل واقعا علی کایوت که واقعا دوستش دارم همه جوره و خجسته، این دو نفر رو واقعا من مطمئنم یه روزی آینده دارها و پرچمدارهای رپ فارسی خواهند شد. در آخر خجسته، اگه حرفی با مخاطبای خودت، مخاطبای حرف دلی داری که تا الان تریبونی نبوده بزنی، با مخاطبات داری، رو به دوربین خودت وقت میدم چند دقیقه صحبت کنی. چقدر وقت دارم داداش؟ 1 ساعت. هر چی دوست داری. آقا من که شما رو قلبی دوست دارم، همیشه هم من خیلی به انرژی اعتقاد دارم، همیشه هم همه جا هر کی بدمون خواسته خوبمون خواسته براش سعی کردیم انرژی مثبتی بفرستیم. تنها درخواستی که ازتون دارم اینه که حاجی من واقعا دارم بیرون رو نگاه میکنم، من خیلی تو اجتماعم، 24 ساعت خیابونم، این ور اون ور همه رو دارم میبینم. حال هیچ کی زیاد آنچنان مثل قدیم خوب نیست، هوا هم یه ذره بیشتر داشته باشی. میدونی من کاری ندارم، من یه پست میذارم 1000 تا کامنت میگیره، 100 تا شات باشه خار مادر باشه، 900 تاش هم خوبه، کاری ندارم. من اصلا روی صحبتم با خودم نیست، اصلا منو تو خیابون دیدی اصلا با من دعوا کنید اب نره، ولی در کل دارم میگم هوای همون یه ذره بیشتر داشته باشید. ما که کسی رو نریم جز خودمون. واقعا بعضی وقتا میشه یه سری چیزا رو تو خیابون میبینم اتفاق میفته، اصلا میگم بابا اصلا مگه ارزششو داره حالا یه نفر سر این قضیه بد شه؟ چه دختر به پسرش، چه پسر به پسر، چه دختر به دختر، اصلا جنسیت نداره. هوای همو داشته باشید، همیشه سعی کنید برای هم دیگه انرژی مثبت بفرستید، شک نکنید انرژی مثبت هم دریافت میکنید. طبیعت عین یه آینه میمونه، هر رفتارت انعکاسش برمیگرده به خودت. من این بهم تجربه شده است، بهم ثابت شده، با چشم دیدم اتفاقایی که برام افتاده. بیشتر قدر خودتون رو بدونید، بیشتر به خودتون اهمیت بدید. همیشه هم موفق باشید. خیلی دوستتون دارم. دمتون گرم. عشقت دیگه. حرفی نمی‌زنم. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. مرسی که دعوت کردی. آوردی اینجا. مصاحبه خیلی خوبی بود و لذت میبریم از کارات. قول بده که کارا رو بیشتر کنی همینجوری که الان هست. خسته نشی. تازه از این ماه استارت پلتفرما خورد. عالی. کارا رو بدی و یه قولی هم خجسته داده به ما که یه موزیکی که تا حالا نخونده رو الان آخر کلیپ واسه اون بخونه و اون موزیکم انتهای این مصاحبه بذاریم.
بدارم انشالله. قربونه. خداحافظ شما. خدا نگهدار. A few moments later. استودیو ایکس وای زد بیت روبیتا اکو دلیه ها. تو دستم سیانور و زندگیم سیاهیه، شدم مثل تشنه‌ای که تو کشورش بیابیه، شدم مثل استقلالی که لباساش بیابیه. ریاض چیه زیادیه این حجم از زیبایی، بی خیالت تو میگذرم که شب با کیایی، یا بی خیال میشم الان همش رو چیایی. خیلی وقت زندگیم رسید به فصل سیاهی، ریاض چیه زیادیه این حجم از زیبایی. دست به تن فروشی زدن سر اوضاع کشور، این یکی دزدا پولو از دست اون دزدا گرفتن. اگه جنگم بشه میرم توی گودال میمونم، مکانشم مشخصه زیر گودی چشمم. یه حرف انداخته ما رو دست انداخته، این زندگی یه مرد خیلی سنگدل از من ساخته. قلب و مغزم خیلی ساله با هم درگیرن، دیشب خبر رسیدش این دوئل و قلبم باخته. شکوندن غرور تفریح واسه خندیدن، دیدم زن بدکاره ای رو که ادین حرف میزنه. فرشته مرگ سراغم همش بهم سر میزنه، قلبم یه روز وای میسه به افتخارم دست میزنه. تو زندگی مردم من از عشق سردم، به خونه اعتیاد داشتم واسه همین ترکش کردم. یه شب از آسمون چشام بارون بارید، برگشتم خونه چون زمین خیس بود لغزش کردم. راه کج شد دلیل حال بد، عاشق یه قاصدک که واسه آرزو چاله کند. این آدما ظالمن و کاملا به دنبال یه واقعا یه بار بیا به جای من جای هم. بعضی وقتا با کلمات خون میشه که قلم، بعضی وقتا سوت میکشه از سرم. مسخره است که هر طرف یه دغدغه است، وا میکنم از سرم بی خیال ازت میگذرم. حال دلم بدتر همیشه انگاری مرده و هر شب تیری تو شقیقشه. دارم نفس کم میارم و بی نفسی زیر خاک بودنه که نتیجهشه. من لبم خندونه همش این حرفا چیان، به خودم نگاه میکنم میفهمم بد پاچیدم. متنفرم از حرفا بی ربط، بچگی تنها اومدم تهشم تنها میرم. دارم زورمو میزنم یعنی چند شب بیدارم، اشک خدا رو آخر سر با حرف در میارم. خدا یادت میگفتم بهت خیلی قویم، دروغ گفتم دارم کم میارم. کی منو باور کرد وقتی ترسم نمیذاش باد بزنم راحت حرف؟ من رفتم پی چیزی که تو خلوتم باشم و الان سر اونه که دارم میشم لاغرتر. تو جای زخممو میدونستی از قصد نیش زدی، میدونی قلبم ضعیفه از قصد میشکنی. حالم خیلی خرابه مثل راننده‌ای که تو سفر بهش تخفیف زدی.